خب سلام بچه‌ها، چطورید؟ خوش اومدید به قسمت جدید. تصمیم گرفتم که هر هفته یک قسمت براتون بذارم که به خوبی برید قسمت‌های قبلی رو یاد بگیرید و بیاید، چون من باورم بر اینه که شما هر قسمتی که میبینید بعد یه دور از روش تمرین کنید و حالا هر تمرینی که میکنید، مثلا اگه یه ویدیو 20 دقیقه است، اگر 5 دقیقه مطلب مفید اولش دیدید، برید و همون لحظه اون رو تمرین کنید. دوست دارم که اون رو تمرین کنید و کامل یاد بگیرید. حالا ویدیوهای اول زیاد، البته از این ویدیو محتوامون زیاد میشه و کلا ویدیوهای باحالتری براتون داریم. حالا داستان از چه قراره؟ ما قراره چی کار کنیم؟ اولین کاری که میکنیم، من توی ویدیو قبلی گفته بودم من یه سری پرامپت‌های آماده براتون در نظر گرفتم که اصلا کلا میبینید دیگه. خب از رفتم سر اصل مطلب. یه سری پرامپت آماده براتون در نظر گرفتم که میخواستم بهتون نشون بدم توی همه زمینه ها، تقریبا توی 70-80% زمینه ها تقریبا هستش. میتونید از این پرامپت های آماده استفاده کنید. و اولین اصول، از اصول مهمی که از 5 اصل مهمی که برای یک پرامپت نویسی یا پرامپت انجینیرینگ نیازه، میخوام بهتون بگم. حالا داستان از چه قراره؟ شما اول میخوام چند تا چیزو براتون تست کنم. البته من چت جی پی تی رو آوردم. دفعه قبلی که چت جی پی تی رو آورده بودم بالا بدون فیلتر شکن بود، ولی الان نیاز به فیلتر شکن داشت. حالا نمیدونم داستانش چی بود و چرا این کارو کرد، ولی خب حالا بماند. در کل این که این سایتی که میبینید، حالا سعی میکنم تو کپشن براتون قرارش بدم چون خودم پیداش کرده بودم. حالا از اون جایی که گشتم و پیداش کردم، چیز جالبی بود برای من، چون که خیلی پرامپت های مختلف توش داشت. میبینید دیگه کلا پرامپت های خیلی سنگین و سبک و هر چیزی که بگید توش هست. حالا میخوام چند تا از اینا رو اول البته یکی دو تاشو براتون بهتون نشون بدم و نوع نوشتارش رو نشون بدم و بعد برم سراغ یکی از اون 5 اصلی که میخوام تو این قسمت بهتون آموزش بدم. نگاه کنید، شما که تو این سایت رفتید، البته فکر میکنم اینم فیلتر شکن میخواد. حالا روشن کنید، خاموش کنید، چون بدون فیلتر شکن هم چند بار زدم بالا اومده. اینجا ایرانه دیگه. حالا خلاص میریم سراغ جاهای مختلف. نکن مارکتینگ داره، کاستمر ساپورت داره، فایننس داره. فایننس رو شما بیشتر علاقه دارین چون الان خیلی رو بورس فایننس رو نمیدونم اینا. هیومن ریسورس داره، سیلز فروش داره، وب دیولپینگ، سافر دیولپینگ گیر کرد یا اول فصل. اینترنت گیر کرد، اینترنت پوکید. خلاص حاجی اینترنتمون گیر کرد. اینم از ایران عزیزان، این گربه ایران ماست. بله بالاخره علامت. خب و پروداکت منیجمنت، ریل استیت، نمیدونم وب، سیل یا هر چیزی که بخواید بهتون پرامپت میده. حالا جلسه قبل راجع به پرامپت صحبت کردیم، اون متن آماده ای که شما میدید و یه جوابی از هوش مصنوعی ازش میگیرید. 5 تا موضوع دیگه هم اینجا داره. فقط میخوام به یه چیزی دقت کنید. من چون خودم نرم افزاری بودم و برنامه نویس هستم، من میرم تو سافر یا وب دیولپمنت، حالا هر کدوم. خب معمولا سافر استفاده میکنم. این تاپیک اولش من قبلا مثلا من اینو ندیده بودم، حالا دیده بودم. این موضوع اولش رو نگاه کنید، نوشته کراس پلتفرم اپ دیولپمنت. خب روش که بزنید یه همچین چیزی براتون میاد بالا. کراس پلتفرم اپ دیولپمنت چیه؟ من اصلا خودم هیچ چیزی رو از خودم نمیگم که شاید بد توضیح بدم و شما زیاد چی نشید، یعنی متوجه منظور من از اون قضیه نشید. فقط میام اینجا براتون تستش میکنن. توسعه اپلیکیشن چند پلتفرمی، یعنی یک اپلیکیشن رو شما بتونید تو همه بسترها استفاده کنید، چه وب باشه، چه اندروید باشه، چه آی او اس باشه، چه نمیدونم جاهای مختلف دیگه، وب ویندوز باشه، مک باشه یا هر چیز دیگه. پس کراس پلتفرم اپ دیولپمنت یعنی توسعه اپلیکیشن چند پلتفرمی که براتون توضیح دادم. حالا چی میگه من یه پرامپت آماده اینجا به شما میدم که شما اینو میتونید تو هر AI استفاده کنی. خب من سایتشو براتون میذارم. خب نکن وب ورکر ایمپلیمنتیشن، هیچ وقت با این کلمه اوکی نبودم. براز اکستنشن دیولپمنت، کد جنریشن تولز. ببین مثلا این کد جنریشن تولز مشخصه برای چیه دیگه. مثلا ایمپلیمنت موبایل اپ پیمنت اینتگریشن. مثلا اینو من خودم هم نمیدونم، کلمه‌ای سخت خدا وکیلی مثلا کلا میدونی. اینو میاری پایین میشه پیاده سازی یک پارچه سازی پرداخت با اپلیکیشن موبایل. همون پرداخت با اپلیکیشن موبایل وصل کردن به درگاه و اینجور چیزاست میدونی. مثلا رستفول ای پی آی، ساخت ای پی آی مختلف، داکر. اینو نگاه کن، اینو بهتون بگم، توضیحشو بدم، اینم چیز جالبه. بیا اینجا کنترل وی کن. تکنیک‌های اعتبار سنجی سمت کلاینت، یعنی شما نمیای
کارهایی که طرف کلاینت، طرف اون کاربرت میتونه انجام بشه، بیای رو سرور انجام بدی که بار رو سرور رو زیاد کنی. میای همون سمت کلاینت، سمت کاربرت انجام میدی، بعد جوابش رو میفرستی برای وقتی کاراش همه تموم شد، همراه با دادای دیگه یا تنها میفرستیش واسه سرور و اون فقط یه ریسپانسی بهش میده یا ذخیرهش میکنه. حالا این چیزای مختلف تو وب خیلی هم چیز جالبه. من اصلا اولی شروع میکنم ساخت اپلیکیشن های چند پلتفرمی. خب تو میگم خب یه اپلیکیشن چند پلتفرمی بسازم و حالا این کلاس پلتفرم اپ دیولپمنت رو باز میکنی، میگه آقا من یه چت جی پی تی پرامپت دارم. حالا این گفته چت جی پی تی پرامپت، ولی میتونی همه جا ازش استفاده کنی. اینجا کپی داره، کپی رو میزنی، من چت جی پی تی رو باز کردم، میای و پیستش میکنی. یه داستانی داره، لیست آف پلتفرمز، میخواستم اینو بگم، لیست آف فیچرز. خب فیچرهایی که داری، پلتفرمایی که میخوای توش استفاده کنی رو میدی و این میاد برات اونو درست میکنه یا بهت آموزش میده. حالا داستانش رو نگاه، حالا میخوام اینو براتون تست کنم، نگاه کنید. پلتفرمایی که میخواید توش انجام بدی، رانون iOS، اندروید، مثلا مک. خب لیست آف فیچرز، فیچرهایی که میخواید داشته باشه، یعنی اون امکاناتی که میخواید در اختیار شما قرار بده. من میگم مثلا فلش لایت، اینو همینجوری نوشتم. خب گالری و فلش لایت و گالری. خب میخوام این دوتا رو هم داشته باشه. حالا شما مثلا میتونید چیزای مختلف اضافه کنید، مثلا نیوز پیپر. بیا نیوز پیپر، این همین الان یادم اومد، پیپر. خب میخوای این ستا هم داشته باشه، مثلا متنش هم میبینید دیگه. حالا بهتون میگم که ترفندش چیه که برای شما راحت تر باشه اگر این برای شما سخته. اینو که بزنید چت جی پی تی میاد یه جوابی به شما میده. نگاه کنین الان که داره فکر میکنه. حالا اینجا رو سعی میکنم بزنم جلوتر، جوابش که اومد بهتون بگم. کارهایی که داره، حالا اینجا رو خرام‌تر کنم، کارهایی که داره میکنن رو میبینید اینجا. اینا رو من سریعتر براتون میزنم بره جلو، ولی کارهایی که داره میکنن رو نگاه کنید که چه کارهایی داره میکنه، حواستون به اینام باشه. نگاه کن چی پیدا کرد، 38 ثانیه فکر کرد. خب Executive Peak. If you want UI code database, strong desktop support and fastest delivery, Flutter. If your team is C# فلان party device .NET MAUI. If your team is JavaScript, TypeScript and want web-based React Native. If you want maximum native performance, Kotlin. بهت میگه با چی دوست داری، مثلا چی کار دوست داری بکنی برای اپ اونا. با فلاتر چی جوری بنویسی، چی کار کنی، ایمپورت کنی. جوابشو فقط ببین، لذت ببر از جوابی که داد. فلاتر .NET RSS MAUI React Native. ببینی جوابو ببین، با کاتلین هنوز داره جواب میده ها. گفته با کاتلین چی جوری بنویسی، کجا بری، چی کار کنی. فیوچر بیلد. حالا دارم بهتون میگم این جوابا رو نگاه کنید که چقدر دقیق و درسته. خب حالا با این مقایسه کنید، این جواب میبینید، این جوابی که به این داد دیدید. حالا من انگلیسی نوشتم و بعدش بهتون میگم. میخوام یه چیز دیگه رو بهتون نشون بدم. حالا اگر براتون سخته که انگلیسی ازش استفاده کنین، خب این پرامپت رو بگیرین، ساده ترین راهو بهتون میگم دیگه، 10 دقیقه ویدیو واسش درست نمیکنم. کپیش کنید اینجا، بیا همین رو دوباره کپی کنید، رو بندم و بفرمایید. این پروژه من برای اپلیکیشن بر روی مثلا iOS و اندروید، دیوریشن یعنی مدت زمانش مثلا 1 هفته، بعد فیچراش هم مثلا گالری و عکاسی. خب اینم همونه، فقط من فارسیش کردم. خب
باز اگه گوگل دیدید اگر نرم افزار ترنسلیت بهتری دارید، گوگل رو بذارید کنار و اون نرم افزار استفاده کنید. ولی بازم همون کارا رو داره میکنه، ببینی، و فکر میکنه. پرامپت نویسی خوبیش اینه، نگاه کن 9 تا مرحله به تو داد با نرم افزارهای مختلف که تو کاراشو انجام بدی. اینجا رو نگاه کن، استک نهایی، تایپ اسکریپت، چارچوب ریاکت و اکسپو، اسکلتی از فیچرها، کد مینیمال برای اجرای پروداکشن ردی، گالری، بیا کدا رو بگیر پیست کن، راهنمای رسمی آموزشی، عکاسی، پیشنهاد ثبت زنده فلان. حالا گزینه سطح بالا، کارایی کن. حالا این مثلا یه خورده اسم رو بد می‌نویسه. خب میگه اگر به FPS بالا پردازش فریم نیاز دارید این کار رو انجام بدید. تنظیم مجوزها بدون اتلاف وقت. خب میخوام بهتون بگم پرامپت نویسی براتون اینقدر خوبه و میتونه اینقدر کارا رو براتون خوب انجام بده. یعنی این چیزی که دارید میبینید با پرامپت نویسی خیلی بهتون کمک میکنه. حالا موضوع اولی که میخوام براتون راجبش صحبت کنم تو این قضیه و خیلی به این چیزی که الان بهتون گفتم در پرامپت نویسی مربوطه، جهت دادن در هوش مصنوعیه. حالا یعنی چی؟ شما وقتی این اولین اصل نوشتن پرامپت ها، یعنی پرامپت انجینیرینگ اولین اصلش این بوده، این هست. یعنی جهت دادن در هوش مصنوعی یعنی چی؟ شما این پرامپت ها رو یاد گرفتین و میدونید که الان دیگه میدونید، دیدید و لینکش رو براتون میذارم که ببینید. ولی یه داستانی داره، گوش بدید قشنگ. شما یه کدی مینویسید، بعد میاد به، حالا من بذار یه دونه جدید باز کنم چت جی پی تی رو، نیو چت، و براش می‌نویسم من یک لیست اسم از کفش ها میخوام. حالا من زیاد نگفتم چند تا میخوام. خب میاد حالا میخوام، ببین این لیست کفش، نکن نوع نوشتن پرامپتی که میری، من این لیست از کفش ها میخوام، رفته کفش بازار و آماده رو برده. میخوام برای برند خودم اسم کفش انتخاب کنم. خب خیلی عالی. پس خب اسمای رو گرفته شده از طبیعت، اسمای لوکس، اسمای کوتاه و مدرن، اسمای رو گرفته شده از سرعت حرکت. حالا ببین نگاه کن، خودش بعدش خودش میاد میگه همیشه به تو بیشتر اوقات 90% اوقات به تو این هینت، این تیپو میده. پس ببین که برندت میخواد لوکس باشه، اسپورت باشه، روزمره باشه، لحن اسم فرق بکنه. دوست داری من یه لیست اسم پیشنهادی بهت بدم؟ پس دیدی کار شما رو راحت تر کرد برای اینکه این اسما رو بخواین استفاده کنین. خب ولی همینو من انگلیسیش میکنم، کپی کن، بیا اینجا، بیا اینجا، فارسی کن، اینو بده اینجا. خب مثلا میگم یه لیست 10 تایی بهم بده، یک لیست 10 تایی بهم بده. خب من دیدید که فارسیش هم میتونم بنویسم، انگلیسیش هم میتونم، فقط برای این اونجا مینویسم که بدونید گوگل ترنسلیت چیز خاصی نیست، خیلی جاها خیلی راحت میتونید ازش استفاده کنید. خب میگه آقا من 10 تا اسم بهت میدم اینجوری. خب بازم میگه آقا میخوای دومینش رو ثبت کنی، نوع تلفظش، حرف زدنش، نوشتنش فرق داره. نگاه کن چقدر ساده است. این یه پرامپت خیلی ساده است، یعنی حتی جزء پرامپت هم حساب نمیشه. یه جمله است که شما بهش دادی و به صورت محاوره‌ای داری باهاش صحبت میکنی. ولی من یه چیزی آماده کردم برای شما، اینو ببینید. حالا من میخوام به شما یه پرامپت آماده نشون بدم یا بذارم براتون که ببینید این قضیه چقدر وقتی اونو میذارم فرق داره. اینجا رو نگاه کنین. خب این کد رو من کپی کردم و آوردم اینجاست. خب این کد رو آماده از قبل داشتم اینجا، یعنی گذاشته بودم اینجا که حالا بیارم بهتون نشون بدم. این کد رو که آوردم نگاه کن، نمیشه بریم استورم list of products name for Reza shoes in the style of Steve Jobs. خب میذارمش تو ترنسلیت ببینید چی نوشته. اینم نوع برگشتی که به من میده، comma separate list in format in this format product description a shoe that fit any size foot ببخشید
fits any food size product name list of 3 product name. حالا این چیه؟ بیا اینجا براتون میذارمش اینجا که ببینید. یهو اینترنت قاط میزن. با استفاده از طوفان فکری فهرستی از نام محصولات برای رضا شوز به سبک استیو جابز برای من تهیه کن. نتایج رو به صورت فهرستی که با کاماس هم جدا شده است با فرمت برگردانید. توضیحات محصول: کفشی که مناسب هر سایز پایی است. نام محصول، فهرست 3 نام محصول. بهش گفتیم چجوری جدا کنه، چجوری به ما بده، تو چه فرمتی باشه و به سبک کی باشه. خب چون کار اون هوش مصنوعی کارش اینه که اینا رو با هم ترکیب کنه، ولی جوری که شما بهش میگید چیکار کنه مهمه. اینجا رو ببینید، این بالایه رو دیدید دیگه. choose from my brand give me list of 10. اینم 10 تا. خب یه 10 تا اسم مختلف ما داد. مثلا بهش بهمون گفت برای پاورفول بودن، اِوولوشن بودن، اینفلوئنس بودن، مینیمال بودن، انرژیک بودن، حالا هر چیزی، لاکچری بودن، لاکچری بودن. حالا اینو که بهش میدم نگاه کنید چه چیزی به من میده. شروع میکنه فکر کردن. حالا ببین حتی 5 ثانیه هم نشد فکر کردنش. نگاه کن چی به ما داد. product description، یعنی یک توضیحی از اون محصول به ما داد. خب و a shoe that fit any foot size one step رضا fit infinity. نکنین a lightweight running shoe built for speed Swift Aero Pulse a luxury leader formal shoes Zenith Origin Legacy. چیزهایی که در استیو جابز دیده. اینو نگاه کنید. این بالا رو دقت نمیدونم کردید یا نکردید. نگاه کن. بیا اینجا و براتون دوباره اینو میذارم اینجا و ببینید. من اینجا از سبک استیو جابز الهام میگیرم. سبکش چیه؟ نامهای تمیز، رویایی، مینیمال و فوراً به یاد ماندنی. یعنی تو هر موقع بشنوی آیفون میدونی آیفون چیه. و این چیزیه که از اون دیدگاه استیو جابز برای ما گرفت و به ما داد. دقت کردین؟ نگاه کن چه چیز قشنگی ما داد. خب این میتونه تو اون مسیر باشه. حالا حتی یه دونه دیگه هم میتونم براتون تست کنم تو سبک مثلا التون جان. این هم ببینیم چی میگه. ببینید فلمبویانت گلاموروس اند بیت تئاتریکال نیم داده. خب شو نگاه کن. استار داتس کاملیون راکت فیت جت استریم گلیچ داش کامتران. بعد میاد راجبش توضیح میده چون بهش گفتیم. نگاه کن لیست آف 3 پروداکت بده با دیسکریپشنش، اسمای مختلف و چیزایی که از التون جان الهام گرفته و اینجا برای ما آورده. دقت کردین؟ خب پس متوجه شدید که یه وقتی یه چیز ساده می نویسید و وقتی یک پرامپت حسابی بهش میدید، درست حسابی میدید، چقدر نوع نوشتن، نوع پاراگراف بندی، نوع حرف زدن، نوع گفتن حرفا خب فرق داره با اون چیزی که شما اون بالا گفتید. حالا شاید این نتایج رو ببینید، شاید شما یه نتیجه از توی خوشتون بیاد خب، ولی چیزی که اینجا میبینید براتون جالبتر و باحالتره. حالا این استیو جابزی که گفتم من خودم یه جا اینو نوشته بودم از قبل. اینو نگاه کنین. میگه این داستان یه کفشی برای من بیار اسمشو که برای هر سایز پای مناسب باشه. اینم 10 تا آورده، همون چیزی که ما اونجا داشتیم. بعد اومده همون داستان رو داده. خب گفته آقا بیا این کارو برای من بکن استیو جابز، ریترن کن اینو. حالا اگزمپل هم بهش داده، گفته اگزمپلت اینجوری باشه. بعد راجبش توضیح داده، گفته آقا این اسماشه، این کارا رو کرده، این چوچ کاره. من این اگزمپل رو براتون نذاشتم چون جلوتر باز باید براتون توضیح بدم. چت جی پی تی اومده فکر کرده، گفته آقا این چیزی که تو میگی با این اسم برابره. حالا من زیاد این نمیدونم کیفیتش براتون میفته. I fit shoe, I adapt, I universal step. خب بعد میگه حالا از 1 تا 5 به صورت مختلف بهشون نمره بده. خوبن، بدن، یونیکنسن، سیمپلیسیتیشن، ساده، کدوم ساده ترن، کدوم یونیک ترن. اینا اومده بهش نمره داده و حالا ادامه ماجرا. چیزی که برای من اینجا مهم بود و شما باید تو جهت دادن متوجه میشدین اینه که نگاه کنین وقتی میگید استایل آف استیو جابز خب با اون اگزمپلی که براش آوردین، حالا ما اگزمپل نیاوردیم و این رفت شخصیت استیو جابز رو دید و نسبت به شخصیت استیو جابز اینجا به شما جواب داد. کو
اینجا به شما جواب داد. میگه آقا خیلی تمیز، رویایی، مینیمالیست و فوراً به یاد ماندنی، یعنی قابل به یاد ماندنی به صورت سریع بوده. خب حالا این رفته از اون شخصیتشون گرفته یا از شخصیت التون جان گرفته که اینا رو آورده. خب گفتی که آقا حالا همین التون جان اگه بخوایم بیاریم چی میگه راجبش؟ میگه که اسمای جسورانه، پرزرق و برق، فریبنده و کمی نمایشی انتخاب میکنم، اسمایی که برق میزنن و حس بزرگی بهم میدن. خب اونجوری که التون جانه که حالا نمیدونم میشناسین یا نه، همش دنبال زرق و برق و پشت اون پیانوی جذابش و حالا با اون عینک ها و اون زرق و برق و کت های براق و اصلا چیزهای مختلف و خیلی هم آدم بزرگیه. این چیزا رو ازش گرفته و اومده اینا رو براش درست کرده. خب اینو میخواستم بهتون بگم، اینجوری اگر به چت جی پی تی جهت بدید با این پرامپتس ها، همین الانش هم شما میتونید برید و اپلیکیشناتون رو بسازید، کاراتون رو راه بندازید و به صورت مرحله به مرحله جلو برید. من الان اولین مرحله از اون قضیه هوش مصنوعی رو بهتون گفتم، یا پرامپت نویسی تو هوش مصنوعی رو بهتون گفتم که جهت دادنه و امیدوارم که این مطلب و مطلب اولیه که بهتون گفتم براتون جذاب بوده باشه، چون که میگم این مطالبی که میخوام بگم همه پشت سر همه و الان فقط دارم راجبشون توضیح میدم و مثال میزنم و امیدوارم شما اینا رو تست کنید و ببینید که چی جوری جواب میده، چون که حتی اگر خیلی راحت باشه و در حد کپی پیست کردن باشه، حتی اگه چندین ممکنه 2 هفته دیگه بخواید برید تست کنید و اگه ندونید اینو کپی کنید چیکار کنید، کجا بذارید، چه جوری ازش استفاده کنید، یا نتونید برید از مثلا اینو ترنسلیتش کنید بدونید از کجاهاش باید استفاده کنید، یه مقدار اون یادگیری براتون سخت‌تر میشه، حتی چیزی به این آسونی که شاید 1 دقیقه هم وقتتون رو نگیره. همین، این جلسه تموم شد. پرامپت هایی که گفتم، حالا فکر میکنم نزدیک 600 تا پرامپت مختلفه تو مدل های مختلف، یوزر اکسپریانس و حالا چیزهای مختلف، نمیدونم اپریشن منیجمنت و جای مختلف، کاستمر ساپورت و فایننس و نمیدونم اینکه مثلا استوکا چجوری کار میکنن و نمیدونم چی بود، کاستمر ساپورت یعنی پشتیبانی مشتریان و اینا همه رو نمیدونم، فکر کنم 500 600 تا پرامپت مختلف داره. و در کنار اون هیچ وقت جهت دادن یادتون نره. اگر حالا من به این کراس پلتفرم میگفتم من تو سبک مثلا یه سبک بهش من تو سبک دیجیکالا میخوام و تو سبک دیجیکالا با ذهنیت استیو جابز میخوام، اون قطعا میومد اون مسیر رو دنبال میکرد. یعنی میرفت میدید استیو جابز چیکار کرده تو تکنولوژی، دیجیکالا چیکار کرده تو تکنولوژی، حالا میومد اینا رو برای من ترکیب میکرد و اینو به من میداد. پس فرق جهت دادن، جهت ندادن با یه کامنت ساده و جهت دادن حتی با یک پرامپت نصف و نیمه که حالا چون نیمه‌های بعدیشو قرار براتون توضیح میدم فقط همینجوری آوردم که میبینید چقدر فرق داره، چقدر مدلش فرق داره. حتی میتونه یک شعار برای شما، برای برندتون بنویسه یا میتونه باشه. و این اصل اول پرامپت انجینیرینگ توی هوش مصنوعی. امیدوارم از این ویدیو خوشتون اومده باشه. اگه خورده طولانی شد چون که باید این موضوعات رو توضیح بدم و فکر میکنم همه ویدیوهامون بین مثلا هولوش 15 تا 25 دقیقه بشه، چون میخوام خوب یاد بگیرید و ببینید و با من تجربه کنید، چون همه این چیزایی که دارم بهتون میگم خودم دارم از اول دوباره همه رو اینجا براتون مینویسم و همون لحظه به صورت لحظه‌ای براتون جنریت میکنه و هیچی از قبل آماده شده نیست به غیر از یه سری عنوان‌ها و چیزای دیگه. و امیدوارم که از اینکه این لحظه‌ای پیش میریم و شما میتونید با من پیش برید و ببینید که چه اتفاقاتی به صورت ریل میفته خوشحال باشید و دوست داشته باشید. اگه دوست داشتید لایک و کامنت و سابسکرایب رو فراموش نکنید، ما رو فالو کنید. قسمت‌های بعدی حتما پربارتر خواهد بود. سعی می‌کنم تو هر قسمت یه چند تا تریک، یه چند تا راه‌های مخفی یا کارهای مختلفی که با هوش مصنوعی میشه رو بهتون نشون بدم، مثل همین پرامپتایی که بهتون گفتم. و دوستتون دارم خیلی زیاد.